واقعا فکر می‌کنی ماتریکس فقط یک سیستم ذهنیه؟ این یک دستگاه EMF سنجه، الکترومگنتیک فیلد، وای فای، بلوتوث، زیر مجموعه همین امواج هستن. من به محض اینکه گوشیم رو برمی‌دارم شروع می‌کنه به هشدار دادن که حجم زیادی از EMF در بدن شما جاریه. حالا فکر می‌کنی به فاصله گوشی من گوشی رو می‌برم اون طرفتر، این برتر، هیچ تفاوتی نمی‌کنه. دقت کن تا مادامی که من گوشی رو پایین نمیذارم همچنان همونجوری صدا میده. یعنی امواج EMF در بدن من در حال جریان پیدا کردن. حالا فکر میکنی چرا استرس و اضطراب داری؟ فقط با گوشی دست گرفتن تو داری امواج EMF رو تو بدن خودت وارد میکنی. این روزا همه حالشون بده و به دنبال علت تو عوامل بیرونی میگردن، در حالی که علت همینجاست. ایرپاد بر فرض مثال، گوشی رو اصلا بیخیال. من ایرپاد رو میذارم تو گوشم که بیام در نهایت یا الان موزیک گوش بدم، خیلی هم چیز با کلاسیه، گرون پول میدم بالاش و در نهایت فکر میکنی چی میشه؟ من ایرپاد رو فقط توی گوشم گذاشتم و این امواج داره بین سر من جابجا میشه. ببین چقدر این قضیه توی زندگی ما تاثیر داره. حالا چطور میشه این امواج مضر رو از بدن خودمون تخلیه بکنیم؟ ببین من از اسلام دفاع نمی‌کنم، خودم هم مسلمان خوبی نیستم. مینیممش اینه که من کلکسیون ویسکی دارم. ولی با سجده کردن، با اتصال نقاط مختلف بدنت به زمین، دقیقاً مثل سیم برق که میان به ارت وصل میکنن که در زمین اون انرژی تخلیه بشه، عین همین کارو میشه انجام داد. با قدم زدن روی شن، با قدم زدن روی چمن‌ها بدون کفش و دمپایی، با رفتن توی طبیعت. همین دستگاه EMF سنج رو اگر شما ببرید تو طبیعت فقط و فقط بهت صفر رو نشون میده. فکر میکنی چرا تو طبیعت آرامش داری؟ اونجا اتفاق خاصی میفته؟ نه، این حجم از امواج در اونجا وجود نداره. حالا سوال اصلی اینجاست که تو فکر میکنی ما تو صنعت غذا ماتریکس نداریم؟ تو کوکاکولا نمیان کاری بکنن، تو پپسی نمیکنن. ماتریکس در تمامی زوایای زندگی ما رخنه کرده و اگر من میخوام موفق بشم باید تمامی این زوایا رو بشناسم و لایف استایلم رو از پای تغییر بدم. فقط بحث ذهنیت نیست، استفاده زیاد از گوشی فقط مبحث ذهنی نیست، بحث سر امواج، بحث سر بلوتوث، بحث سر وای فای، بحث سر خیلی چیزاست. لایف استایل از پای باید تغییر بکنه.